عزیزم اومدیم با یه معرفی فایل دیگه. خونه بزرگی در حد کاخ کرملین، طراحی در حد تونل های هم. مالک خونه یه چند سالیه که دیگه نیست، اینجا خالی مونده به خاطر اینکه خب اسامه بالله دستگیر کردن دیگه، کشتنش دیگه، نیستش بنده خدا. اینجا مال هیئت مدیره القاعده بوده. پول این توالت فرنگی ها نخورید، اینجا به صرف لبات و تبخیز و اون برم که مواد تست میکنن. اینجا یه کولر داریم که مثل محسن نامجوه دیگه، نای ادامه دادن نداره. نگاه کنید وضعیتو. اتاق خوابو که در حد نگم براتونه. نگاه کنید از همینجا اگه بوی زنا رو از پشت گوشی، دانشمندا دنبال این بودن یه تکنولوژی بسازن مردم از پشت گوشی بو رو بتونن بفهمن. من مطمئنم از پشت گوشی میفهمید اینجا چه بویی میده، من بیشتر نمیتونم بمونم. بعد اصلا یه وضعیتی ماشاءالله جادارم است. بعد اینجا مال الذین یخرجون من النور الی الظلمات، نور اینجا مثل فوش خار مادره. مثلا خیلی تاکید داشتن نور. جایزه کف دستی بزرگ رو اینجا داریم واسه دوستانی که میاد تو این خونه، چون فقط اینجا کف دستی میشه زد، کسی واقعا نمیاد اینجا. بعد تمیزی، اسامه بالله خیلی رو تمیزی حساس بوده. بعد چرا اینقدر مهمون داشته؟ تا حالا ندیده بودم اینقدر مبل جا باشه. مگه کارگاه مبلسازی یافت‌آباد اینقدر مبل نداره بابا؟ بی خیال. چند نفر تو القاعده کار می‌کنن؟ عزیزم اومدیم با یه معرفی فایل دیگه. جایزه کف دستی اینجا بیارم کف دستی. بعد ما با این وضعیت اشک داره میاد، کامنت میذارم چرا زورکی میخندی؟ خب آخه من 200 تا ویدیوه 30 تا دونشو میذارم که داریم بهش میخندیم دیگه. دیوانمونه که نمیخندیم. 3 ساعت ویدیو میبینیم که خوباش داره. با این عالی. الذین یخرجون من الظلمات. با این یارو خیلی خوبه. ای کاش من خود همین یارو پیدا کنم.